سلام، روز بخیر. یک تابلو دیگه داریم که روی ماپ نوشته یا به معنی عوارضی. این تابلو شاید جای نبینین، ولی ما قانونای به شما که یا کجای عوارضی باید پرداخت بشه. این عوارضی شما باید داخل اتوبان، داخل به شهرها یا به ندرت داخل دورفا باید پرداخت کنین. و مدل این رقم که از این قانون هر موتر یا هر وسیله نقلیه که وارد اتوبان بخواه بشه از قبل باید عوارضی یا این موت باید پرداخت کنه و این تماما از طریق کامرا چک میشه. بعضی یک و دو تا خیلی تعداد محدودی از اتوبان ها اتریش هسته که هنوز اشتاسیون یا جای داره که شما پول نقد یا خود کارت از شما میگیرن، یعنی نفرای همونجی دستن که از شما بگیرن. اما بیشتر مناطق دیگه هم کامره‌ای شده و طریق کامرا چک میکنن. داخل اتوبان دو راه دارن شما برای پرداخت عوارضی. یک کلیبا وگنت میگن بریو که یک برچسبک های شما اونا را از تانک اطلاعات، ترافیک یا سوپرمارکت میخرین، جلو شیشه موتر خود میچسبین تا کامرا بتونه ببینه این وگنت و تایید کنه که شما پرداخت کردین. یا میتونین که حتی دیجیتال به می تانک اطلاعات یا ترافیکا بگین که دیجیتال شما ماین رو نمبر پلیت خود ماین، نمبر پلیت از شما میگیرن و او داخل سایت ثبت میکنن که تایید شما این عوارضی پرداخت کردین. یا داخل شهر و دورف هم میایه، البته نه همه جا. داخل شهر و دورف بیشتر دولت نه مردم از شما میگیرن. شاید یک وقت جایی برای میله کردن تفریح برین که اونجی رستوران ها یا جای تفریح خیلی کلانه که کل اون منطقه خریدن و سرک میتونن بسته کنن و از شما عوارضی طلب کنن، پولی اخاطر ورود به همون سرک شما طلب کنن. این کار میتونن بکنن، قانونیه و همه جا هم این رقم نیه، ولی خیلی به ندرت میبینین هست وجود داره تا اتریش که شرکت ها سرک بسته کردن، ولی جا تفریحی پول میگیرن از شما، یا حتی یک مناطق مسکونی هست که خونه ها اونجا وجود دارن و سرک بسته کردن، برای ورود از شما یک پولی طلب میکنن. همه جای نیه، خیلی جا کم محدودی هست. بخاطر از این گفتم که حواس شما باشه اگه جایی برای میله کردن دیدین، میله کردن رفتین و دیدین که امیت جایی هست از شما پول طلب میکنن، او قانونیه و باید پول پرداخت کنین. و فرق اینه که داخل شهر و دورف اگه چیزی بود اونجا حتما اشتاسیون یک جای جور کردن، یک نفر همونجی هست و از شما این موت یا این عوارضی نقدن یا خود کارت از شما طلب میکنه. حواس شما به تابلو باشه. شاید یه وقت میگم این تابلو وجود نداشته باشه، ولی همون اشتاسیون وجود داره. داخل اتوبان هم که حتی تابلو هم نبود، ولی شما قبل از ورود باید او عوارضی پرداخت بکنین. حواس شما باشه که اگه نکنین جریمه بالایی داره، بین 100 تا 200 یورو امکان داره جریمه شین. روزگار شما خوش.